گروه 44. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. بهروز خیلی بهروز. تشکر. خیلی اشوفته میتویا. یعنی خیلی نمیدونم مخی دیگه در کدام موضوع گپ زدن میگیری. ای موضوع ای وای موضوع با مدر عبدالرحمن دا چسبیده. خب بعد قضیه وطن است. من در هیچ یک قضیه این مصیبت نمیتونم کی کنار برادر برم. بهروز بله و مدر وای همه عقل داره، همه فهمش دارن. چه خاطر تو فهمش داری دیگه آدم فهمش دارن. مدر وای همه علاقمند با همه گوهوی چی گفته برای گپ یک زدن جنایت همه را جا. آشکار کردن باید اسناد پیشنهاد کنی در دادگاه. گفت تو میفهمی انا گپ مرا سنجش نشان میته مایان کشی کنی جوابش میتن اگر آخه وایش کنی او خاموشی یک نفر مایان غیر برادر رسمی برام 5 روز محکم میگن بعد از 5 وزارت کارهای نه داخلی برام برادر تو جوان معلوم یا میشه سنجش برا میگه همو هیچی کوری نمود مفهومات است، هیچی نمود نظام است، هیچی نمود دولتداری است، هیچی نمود بهروز شو سیاست است. آخه از کدام بام بهروز گپ شو میزنین علیاذ خدا. بهروز شو اورون شاور گوش کنه دیو ما هم دیگر ما گوش کنیم مایل تام گپو تا بگو من گپو ما بگیم با ما خیر خوش میگم تام خیر خوش نه همین خیرخش وقتی نه که گپ زد. نه گوش که برادر گیرو می همین سنجش نشون میته. سنجش ایش روسته ایش حقیقت ایش حقیقت نداره او را بعد دادگاه معلوم میکنه. تو اندازه رفتنه هر خیل گپورا گپ زدم در کار نیست. همو عبدالرحمانی که خیست پشتی طالبان وای کرد گپ زد او عبدالرحمن وای خودش فرقی نداره، ابله فرقی نداره از آدم. کسی گپ نه میزنه. من فهمیدم برادر گپ سر امیر رفته است که الان علاقمندی دمو در رفته است. زش یگون چی یگون گفت گپو نقطه دو است که امیر سنجش گرفته گیر او شما حقیقت اشکار میشه دیگه. جنایت یا آدمی این زن مرد فرق نداره. کسی جنایت کرد دیگه که گوشنود او را سنجیده فهمیدن نکو که هست جنایت نیست نباشه جوابش میتونه باشد جوابش میگه. این یگون مسئله دو نیست. میگه گویم از آن که دوست بی‌طرف بی‌شرفه و سرم سنگ ببارن که من دم نزنم. من واقعا در این ملت در مردهای ملت من حیران هستم که یک جوانمرد نبرامد بگه که برادر عزیز گرچند امروز مخالف ما هستین سیاست حکومت قبول میکنین مدام که خلاف سرقانون کشور کار کردگی هستند مادر کودک زیر حمایت دولت قرار دارد. شهروند جمهوری تاجیکستان حقوقی آزادانه رفتار کردن و از سن 18 سالگی حق آزادانه فکر بیان کردن دارند. به خاطر فرزند وقتی یک مادر دعوت می شود لااقل بهروز بلیاز خدا یک الو جوان مردانه بگو بله برادری بهروز عزیز متاسفانه صبر کن. مقامات امروزه حکومت خب به علیه همین بهروز مادر بسیار جوان تو یک فیک کسی تر نمیدونه لااقل انسانن بگو بله همین عمل من محکوم میکنم. زن مادر نباید به خاطر فرزندش یا تحقیر بکنن. آخه عیب است، شرم است، یک ناموس باید ما داشته باشیم، یک کمی عزت باید داشته باشیم، یک کمی آبرو باید داشته باشیم، یک کمی انسان باید ما باشیم که بلیاز خدا مادر زن یک چیزی مقدس است. نباید ما بیایم دست به هزار و دست به نمیدون ناموس زنها دراز بکنیم. یک چاپلوس جوانمرد پیدا میشود. بله سلام علیکم. علیکم سلام. صدای مردم است؟ بله شما بهروز هوایزاده. بله مردم از همین تماشابینا و صدای ما را ایفیل نمیشنوند. بله من یک سوال داشتم خدمت. بفرما. همین برنامه در گپ زدی درباره همون مادر عبدالرحمن اپوش کردی. یک برادر دیگه حاضی زنگ زد سوال داد. همین چی وقتی که تو را سوال میتن بجای جوابتی عصبی میشه کیم چی موضوع دیگه گپ میزنید؟ کدام به خاطری که لااقل انسان شوین شما. به خدا قسم در حق یک زن مدام تحقیر میشوه. فرقی نداره که ما و شما در کدام جبهه هستیم اما مردانه بگین که بله در همین جا واقعا در حق همین زن همین مادر تحقیر شده است. تمام جامعه جهانی علاقه جامعه ای گپ گفته است که حکومت در همین جا در نسبت همین زن تحقیر کرده است. برای چه روز یکم نگفت، روز دوم نگفت، روز سوم نگفت، روز چهارم نگفت، در حالی که 72 ساعت حق بازپرسی دارد. بعد از 5 روز میبره وزارت کارهای داخلی تصدیق میکنه. همین جا برو مردانه بگو که بله در همین جا اشتباهش دیگه خلاف قانون کار کردن. تو کسی نمیپرونه، تو کسی نمیدونم مال و ملک تا نمیگیره. وجدانن قرض انسانی تا انجام بده. چه وجدانتون عذاب نمیته شما را که یک مادر است، مادر فرض کنید فردا مادری تو را میبرن به یک جرم محکم میکنن 5 روز. چه احساس میکنی؟
ما در نمیدونم مسلمانیم و با هم برادریم، ما هم ملتیم، هم زبانیم. گیجا شد هم ملت، گیجا شد هم زبان، گیجا شد دین، گیجا شد فرهنگ. گوش کن، من گوش کردم تو هم گوش کن. بود 3 دقیقه مردم ها وقت نگیرین. تو گوش کن مرا. ای منبر میره اصلا که اولای دنیا گپ میزنی برای چی ایدای برنامه موضوع یک اپیزود گپ نمیزنی که مامی مهاجرا در مسکو دمی ملیسا میزنن، این خیل میکنن او خیل میکنن. برای چی یک بار این قدر همین پیشوای ملت میرود، این قدر وزیر کبیرایی که میرود پیشوای ملت کو برای ما بگو رحمان و فخیران بر کی با مهاجرا ملاقات کرد. صبر که توی تا نقل نکو 8,000 سومون بلیت گرفتن در پاندمی ارزان کردن. همه دولت نکنه اگر تو میخیز میکنی که اقبال سگ دیگری به تاخیر به تاخیر یا بار همه گپ نمیزنی. چی بات گوش مرا تو در باره همه قرار آبادانی کشور گپ بزن که یک بیا تو گپ ز آبادانی کشور گپ ز بیا آبادانی کشور. آخه همون لنتو تو نبگیرن فکری خودتون بگین. سگو فکری خودتون بگین. کدام آبادانی فکر تا بگو برای ما آبادانی وطن خیزه کن بگو. بیا من کلا دارم، من روچکا لازم ندارم، من روستای اومالی، من روستای اومالی نیست، من روی دفتر رو از این روچکا بگو. من کلا بیا بگو آبادیا بگو. من وظیفه من رئیس نبودم، من وزیر نبودم، من آخه صبر کنید این بیسوادو من رئیس نبودم، من وزیر نبودم، من دپوتات نبودم، من نماینده کدام نهاد نبودم، نماینده کدام شرکت نبودم که ما آباد کنم. من یک شهروند بودم، دولت برای ما بکنم، من بخورم استراحت بکنم. با من اگر تو اودی یا کی چی تو چی بخواهش لوف میزنه که من شهروندم حقوق مرا پایمال میکنم، حقوق اوچه مرا اوچه فعلا پایمال میکنم. راست شهروندی چی بخوای چون تناجه کردی نشدی وطن آباد کنی گرفته رفته اول دنیا گپ میزنی برای چی؟ من گفتم تحقیر نکن. آباد کنی وطن اقلا یا سنگ و سنگ موندگی هم تو کار شهروندی. من بطور دوریدگرم یا سنگ در بالای سنگ دیونه چی تو در گیجای قرض شهر آن که شما بسید شما گمشین شما این قدر بناموسین. انا تو یک درخت شینوندی، انا تو یک سنگ در سنگ دیگه موندی، انا تو یک بیتون ریختی، انا تو یک زبور ساختی. دل بیابه چه شما؟ ما به شما را دوریدگرم، ما به شما را چوپانم، ما به شما را نمیدونم باغبانم درخت بشنونم. باغبان درخت بشنونه؟ خب راه شروبه؟ خب من دانشجو بودم درس میخوندم. خب معلم درس چه بتا؟ خب رهبر کشور مسئولیتی سگ بدنش جواب تخت بده. یک ناظر منطقه ناظریش جواب بده. از من آمده است وظیفه یک دپوتات هم میپرسه که برای چی تو کمک نکردی مردم، برای چی خدمت نکردی، برای چی مهاجرای روسیه را گپ نزدی؟ من سفیر نیستم. شما منطقاً استفاده وری همون واژه‌ای که میگین. تو چرا در مسئله مهاجرای روسیه گپ نزدی؟ در مسئله مهاجرای روسیه باید سفیر برای گپ زنه که مهاجرا را اینو چیکار کردن، جنگ کردن، عاقبت یا چی است؟ دو جوان یاش میره 20 سال زندان. مقامات وزارت کارهای خارجی آیا در این مسئله چیکار میکنه؟ گپی من میگذره در حکومت روسیه یا گپی نظام و دولتداری شما؟ کدام ما با حکومت روسیه نزدیکتریم؟ شما میگه میلسین شریک استراتژی، فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین شریک استراتژی، میلسین عضوی بدنشا و بری شریک استراتژی دام بگه خیلی جوان بود شوخی کرد حاضر کرد یک کمی جرمی ارزانتر یک نمیدونم جریمه شون کنه جواب شون بده. او بگو مرا چی میگوی؟ میگوی من سفیرم، میگوی من دپوتاتم، میگوی من رئیس پارلمانم. میبیو مهاجرا بلیت سامالیات از من میگه بلیت سامالیات توزی مردم مینولا. مسئولی همون چیپتای هواپیما برآمد گفت که از ما وابسته نیست، میبخشه از هون او شریک استراتژی ما فدراسیون روسیه وابسته. برای 2 میلیون را بگیرین بر پدر شما برای دولتداران نلد که یک ریسی هواپیما نمیسازین برای مردمتون، در حالی که قرقیزستان ازبکستان به نرخ کپک میروه. شما اومدین کونی روسیه را میلیزین شریک استراتژی. برین دنبال روسیه را بگین چرا ارزان نکرده است. از این بعد ما دیگه بوقاچه نمیتیم، خلب نمیتیم، بوتربراد نمیتیم. این مرید شما در 30 سال حالا شما یک غذای هواپیما را درست نکردین. تو کجا آبادی میگوی؟ رئیس خدمات میبرو گپ میزنه مشکلات چیپتای هواپیما را. رئیسایی که پروازها میگه از ما وابسته نیست. ما در طول 30 سال لااقل یک پرواز هوایی نداریم.
از فدراسیون روسیه از شرکت‌های خارجی وابسته است. چیکار کنم مهاجر؟ 7000 8000 یک چیفته هواپیما برآمده من میگه در زمان پاندمی بلیط ارزان که روسی و کثافت و در همون زمان پاندمی هزارها مهاجر در نزد فرودگاه‌ها موندن. دو دیوار نشنیدین؟ وطن آباد شما به سنگابوز ما دورتگر بابا تا بگو برای سنگابوز دیوانه همون خونه رو وظیفه داره برای سنگابوز. من دعوای سیاست دارم، من دعوای بزرگ از این سنگزنی و درخشینانی و از این چیزا بالاتر من دعوا دارم. بفهمین دعوای ما سنگ موندن، درخشیناندن، حیز و میده کردن، اصل گرفتن نیست. دعوای ما چپه کردن یک رژیمی فرسوده و تجاوزکار است. تو برای درخشانی بابی تا بگو، لویدزنی بابی تا بگو، نمیدونم امک تا بگو، دهقانی برای دهقانی تا بگو. این میدان سیاست است. اینجا بحث سیاسی میروه. دعوای ما سری رقابت در مقابل یک نظام از یک حکومت است. تو یک ترسو آماده نیستی به چهرت گپ زنی. انا شما یک سنگ بالای سنگ مانده. تو دیوانه ای چی تو؟ من بطور یکم دورتگرم ما میگم که من سنگ مانم یا که یکم انجینیرم یا تکنولوژم یا که نمیدونم زاسکلادم من بطور سنگ مانم چیکار کنم ساوس دیم گاواجی کنجالت بتم رحمان و برا بگو برا درخشونه برا حج نگاری کنه برا او وظیفه او است. مرا چی میگوی؟ بچه کمی منطقه نیست استفاده بر این گپاتونه. ما یک دعوا یک ریولوسیون داریم، یک حرکت سیاسی برآمدیم در مقابل یک رژیم گپ میزنیم. یا برآمدن انا یک درخت شیناندی برای چی بشنونم؟ برای سری قوری شما که برین در سایت بشینید. درخت شیناندن هنر نیست. درخت شیناندن یکم کاری گلوبال نیست که من بگم ها من 20 درخت شیناندم. اون مسئولیت نیست. درخت شیناندن کدام مسئولیت باشه در کدام کدکس ذکر شده تو باید درخت شینانی. اونو دهقانا اونو چوپانا که در پارلمان و در وزارت اداره او را بگو برام درخت شیناندن.